چند سالی که ما در چگویم یک ایوه توریستی دورمدراز طولانی 5 ساله بودیم. همین جایی که ما رفتیم خود در تخت شاهانه هم پا رفتیم، در بالای سنگای هم پا رفتیم. 90 سال از عمر و 28 سال از قتل آتاخان لطیفی می گذرد. اما هنوز به این سال پاسخ نیست او را کی و برای چی کشت. حتی همسرش که استاد دانشگاه و چهره روشن فکرند و 35 سال در کنار ایشان بودند پاسخی ندارند. برای چی کشتن استاد؟ خدا میداند. اکنون اینش خدا میداند. خودشان میگفتن که خیلی او احساس میکرد. یگان وقت نگفت که کی هستن اینا؟ کی میتونن باشه؟ نه. نه، از هیچ کس گمانبر نبود. من میتوانم بگویم که اینها میتوانستند از هر دو طرف باشند، اما من نمیدونم. Я не знаю. آتاخان لطیفی روزنامه‌نگاری معروف، خبرنگاری نشریه‌های مرکزی شوروی در آسیای مرکزی، معاونی سروزیر و یکی از چهره‌های کلیدی مذاکرات صلح تاجیکان از نیروهای مخالف بود. ماه سپتامبر سال 1998 پس از برگشت مهاجرت اجباری 5 ساله و یک مدت کار همچون رئیس بخش حقوقی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان در نزد خانه‌اش در دوشنبه کشته شد. Через какое-то время какого-то человека нашли, сказали. بعد گذشت چند وقت کدام یک آدمی را پیدا کردند، یک پسر جوانی را که گویا او پرانده باشد. مرا دادرس یا دادستان، حالا دقیق به یادم نیست، دعوت کرد. ما من اینجا یافتیم یک تا بچه کشتگی. شما هم تصدیق کنید که او کشته است. من گفتم شما کی کتی گپ زد سودید گفتم. من چی؟ یک تا بچه آدمه. اگه من دیدگیم هم نگفتم، من اونجا نبودم هم گفتم. من چخیل یک تا بچه مردم گفتم میگم که همین کشتگی دم شد. تمام همین کتی تمام شد. مرا دیگر دعوت نکردند و دیگر هیچ کجا نرفتم و هیچ طلب دیگر هم نکردم. پروفسور عبدالنبی ستارزاده، یکی از همصفان لطیفی در اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک میگوید ملاحظات درباره انگیزه های کشته شدن این یار سیاسی دارد، اما نه همه را می شود گفت. من فقط همین رو میگویم، گفتنم درکار که همین آشکار نشدنی همین مرگ کی این کار کرد خودش آدم به شبهه میاندازد، به شک میارد که چرا ما با همه واسطه و چیزهایی که داریم خیلی کسایی که من امروز نامور کردم که قربان این سالها شدن مرگشان مرموز است. آتاخان لطیفی ختم کرده رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه پتربورگ و سالهای 1967-89 خبرنگار ویژه روزنامه کامسامالسکی پراودا در آسیای مرکزی و پراودا نشریه مرکزی حکومت و حزب کمونیستی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. جسارت مطرح کردن مشکلات مهم منطقه در نشریه‌های رقم اول شوروی و مهارت روزنامه‌نگاریش او را به چهره معروف تبدیل کرده بود. این بود که در پایان شوروی به مقام معاون رئیس شورای وزیران تاجیکستان رسید. اما چهره‌ای که هنوز زمان مکتبخوانی عضو حزب کمونیست شده بود، در آغاز استقلال تاجیکستان در قطار کمونیست‌ها نماند و با مخالفین آنها پیوست. ابراهیم عثمانوف، مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان و از پیروان مکتب لطیفی، بر این است که مناسبت استادش با راهبر اداره امنیت ملی تاجیکستان و قهار محکموف، رئیس حزب و راهبر وقت تاجیکستان در مسائل حزبی و سیاسی بد شد. و یک تا خودش تنها نمیتوانست قوی سیاسی باشد در تاجیکستان. در تاجیکستان همون دوره به یگان قوی سیاسی دیگر پیوستن در کار بود. قوه‌های سیاسی داشته ما چه حزب دموکرات بود، حزب نهضت اسلام بود، خوب رستاخیز بود، دیگر هیچ چیز دیگری نیست. اما بنا به صحبت‌های خود لطیفی، انتخاب او نه بر پایه کینه‌های شخصی بلکه ضمن اعتقادش به آزادی انسان، استقلال واقعی تاجیکستان و زندگی بی ترس و هراس مردم تحت یک حکومت ملی و مردم سالار بود. لطیفی سال 1993 در مسکو
رهبر شورای هماهنگساز نیروهای دموکراتیک تاجیکستان برگزیده شد و نخستین تلاش‌ها برای صلح و دیدار با نمایندگان حکومت وقت را او انجام داد. نقش استاد لطیفی پروفسور ابراهیم مسلمان 58 در دریافت در روند صلح تاجیکان خیلی مؤثر است. در دو دورش، دور اول دور دوم، رهبر هیئت اتحاد نیروهای اپوزیسیون بودند. بعد از اون کس جانشین دائمی رئیسی چی بودند. اساسا از طرف جانب اپوزیسیون استاد لطیفی متنها را تهیه، تحریر و تصحیح می‌کردند. لطیفی در 62 سالگی کشته شد. گلرخسار صفی شاعر و از دوستان لطیفی میگوید اگر او را خیلی زود نمی‌کشتند کارهای ماندگار زیاد دیگری برای تاجیکستان میکرد. اگر ما یک نفری در بین ژورنالیستا همین لطیفی می داشتیم، نیم لطیفی، ما خیال میکردم خیلی کار آسان میشد. بیهوده ما فکر میکنیم که یک وطن یک نفر ساخته میتوند. منظوره یعقوبова پس از کشتن همسرش تلاش کرده بود کوچه‌ای در دوشنبه و پاس خدمت‌هایش نام لطیفی را داشته باشد. ба маҷлиси олӣ навиштам, ариза навиштам ки як кӯча ба номашон номгузорӣ шавад ва лавҳаи ёдгорӣ гузошта шавад. дар маҷлиси олӣ қарор қабул шуд ва ба шаҳрдорӣ фиристода шуд. он вақт убайдуллоев раис буд. ба ман чунин вонамуд карданд ки барои гузоштани лавҳаи ёдгорӣ пул надоранд ва билохира он ҷо дархости маро рад карданд. حالا در راستای 90 سالگی آتاخان لطیفی دیگر باره گروهی از روشنفکران و جامعه ژورنالیستی تاجیکستان پیشنهاد کردند که به نام لطیفی کوچه‌ای در دوشنبه نامگذاری شود. چند پیشتر به عنوان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مکتوب از اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان وارد گشته است و این مسئله در بررسی قرار دارد. حالا خانه‌ای که لطیفی و خانواده‌اش در دوشنبه از سال 1975 زندگی کردند و او را در نزدیکی این خانه به قتل رسانده بودند تخریب می شود و خاطرات زیادی از لطیفی با این خانه از میان می رود. اما عصای را از زمان غربت لطیفی می خواهند به خانه نو ببرند. تاجیکان ضرب المثل دارند. عصای موسی به جای موسی. این عصا را هنگامی که استاد لطیفی زمانی مذاکرات صلح تاجیکستان در ایران زندگی میکرد و به سن 60 سالگی رسیده بود، همسرش پروفسور منظوره یعقوبova به او هدیه کرده بود. این عصا امروز یک از یادگار ارزشمند از استاد آتاخان لطیفی است. در یک صف با خدمت‌های فراوانش برای تاجیکستان و خودفداییش برای صلحی که امروز تاجیکان دارند.